کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 3 اکتبر سال 2022 در چند منطقه جمهوری از جمله در ناحیه‌های نور و بودرودکی سیل اومده در رودکی زمین‌های کشت و راه‌های محلی را زیر کرده. در نوروباد در موضع قمق در کیلومتر 94-95 روی وحدت رشت لخش را بست. مجرای آب همچنین اولی یک ساکن کوچه نوروز را در پایتخت شهر دوشنبه زیر کرده است. طبق معلومات سردار بخش کمیته در ناحیه نوروباد روز 3 اکتبر سال 2022 ساعت 12:30 در نتیجه بارش باران در کیلومتر 94-95 شورای بین المللی وحدت رشت لخش در دو نقطه سیلابه فرآمده رو بست. برای برطرف کردن پیامدهای این حادثه تکنیک نویب و یک اکسکاواتور شرکت راهسازی آب گرم نوروباد سفربر کرده شده ساعت 15:30 رو پوره از سیلابه توزیع کرده شد و حرکت واسطه‌های نقلیات تامین گردید. شب 3 اکتبر سال 2022 ساعت 22:44 برای رؤسات کمیته اولتای فوق‌العاده شهر دوشنبه درباره به منزل استقامتی یک ساکن کوچه نوروز پایتخت وارد شدن سیل خبر رسید. دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست کمیته ساعت 22:50 به جای حادثه سفربر شده ساعت 00:24 با تجهیزات آبکشی حالت به عمل آمده را برطرف نمودند. در ناحیه رودکی بر اثر باریدن بارانی‌های زیاد تخمینا ساعت 1 شب 31 اکتبر سال 2022 از تپه و سیل جاری شده به زیاده از 40 اولی ساکنان دهه‌های مهرآباد و آبشاران جماعت دهات چوریکاران ضرر رسانیده و اینچنین راه‌های محلی بین دهه‌ها را قسماً ویران کرده است. همزمان سیل به چند اولیه ساکنان نیز وارد شده است. حالا کمیسیون اولتای فوق‌العاده ناحیه در جای حادثه فعالیت دارد و برای برطرف کردن پیامدهای آفت تدبیرها می‌اندیشد. حجم ضرر رسیده معاین کرده می‌شود. این سیل خوشبختانه تلفات جانی نداشت.